گوالای پاکی ناما درود و درفات کشان شما مهربانی میار جلی گندوکان مروچی یحتین روستای حسین آباد شهرستان بنپور و مردم این روستا لوته نظافت عمومی روستای و تا انجام بدن و ما هم یحتین ای همدلی و اتحاد و احساس مسئولیت این مردم عزیز به شما گزارشی پیش بکنیم. گماهو رو همراه بی. واجه سلام علیکم. سلام واجه. مروچی یحتین روستا و تداری نظافت کنی. ها واجه شی وظیفه ما النظافة من الإيمان. القديم گوشه نظافت بکنی ایمان شما بالا رو. بسیار عالی. شما این برنامه همیشه داری اجرا کنی توی روستا؟ ها انشالله ما روستا همیشه پاک و تمیز و منزه داره. قدیما بوده که جنینا هر دواری جلو هر دوار و تا آبپاشی کرده و شما هم داری همه سنت داری ادامه دی. بله شی یک سنتی بوده که قدیم و ندیم جنینا دوارمتش آب و جارو کرده اول صبح البته قبل از طلوع خورشید دیم دوارمت حیات و همچنین سرخیامان آب و جاروش کرده و این سنتی که قدیم ما جامنتا و ادامه هم ده انشالله. توصیه مشی که تمام جنین مردین و همچنین دختران این سنت ادامه بدهین تو دیم دوارم تا آب جارو کنه همه تو گشته شهر ما خانه ما فقط نظافت منزل مبی حتما کوچه خیابان تماما آب جارو بکنه و نظافت حفظ بکنه. ناکوگنده تر روستا ماشاءالله خود اهالی خیلی فعالن و در هر دواری مردم گنده یک نهالی سبزه. مردمان با توجه به شی که اعضای شورا گذاشته اقدام به مثلا خرید نهارش کو یا در بین اهالی توزیعش کو مردم هم استقبالش کن. هر که مسئولیتش قبول کو یا در یه نهالی دو نهالی در جلو مناظر بتش کش و این مسئولیت حفظ و نگهداری این نهالانش بر عهده‌گیه. و الحمدلله بعد از یکی دو سال دیگه الان همه توش که شما مشاهده کنید درختان توی بودن و الان دارن ثمره گنده از سایه استفاده کن از فضا سبزشون دارن استفاده کن هر شخص راهگذر بیه و خیلی هم دارن لذت ببرن. منتواری که گماهو رو همراهی در خدمت دهیار روستای حسین آباد هستیم. واجه سلام عرض کنم خدمت. سلام علیکم واجه. خستم به گنده مروچی روز جمعه این تو شما هم یک برنامه خیلی عالی و هسته تحت عنوان نظافت عمومی روستا در این رابطه برای ما توضیح بده. این تر با مشورت اعضای شورا و عالی روستا حسین آباد صورت گیره که تر اجرا بکنه که هم روستای پاکیزه داشته ببین و این همت مردم روستا حسین آباده که ما این تر اجرا بکنه و همیاری و همکاری آیانه. بسیار عالی. گندم بتونم ماشاءالله و تو دیگه پشت تراکتور نندی و خیلی هم پر انرژی. وقتی ما هم این همت و تلاش مردم گنده ما هم به قول معروف انرژی گیریم که ما هم قدم به قدم مردم هم کار بکنیم که روستا و آباد بکنیم همراه با مردمان و انشالله پخی روستان الگو بگیرن این روستا و مردم وطش در پاکیزگی روستای وط سهیم ببه. انشالله هر جا که هستی در دو سلامت بی منتوار که گما همراهتی. خدا نگهدار.